عبدالشکور پیر محمدزاده دراماتورگ، ترجمان و لغتنگار نامور تاجیک بوده. سال 1912 در دهه باغ میدانی سمرقند به دنیا آمد. در 18 سالگی با توصیه استاد صدرالدین عینی به شعبه سمرقندی نشریات دولتی تاجیکستان همچون ترجمان و محرر به کار آمد. این جوان دانشیار چنان چست و چالاک و خوش ذهن بوده است که حتی او را برای تنظیم اولین لغت روزی تاجیکی کمیته تاجیک شناسی وزارت معارف تاجیکستان دعوت میکنند. عبدالشکور پیر محمدزاده سال 1934 به دوشنبه آمده در نشریات دولتی تاجیکستان فعالیت و در دانشکده پداگوژی پایتخت تحصیل میکند. ترجمانی در کار ایجادی او با پژوهش یکجا ادامه می‌یافت. در برابر ترجمه یک سلسله اثرها برای کودکان، همچنین در مورد آثار تراس شفچنکا، شات روستویلی و ولادیمیر مایاکوفسکی مقاله ها می نویسد. ادبیاتشناس خوش سلیقه عبدالخالق نبوی او را از اولین ناقدان ادبیات کودک می داند. به دراماتورگی نیز ذوق زیاد داشت. سال 1935 در محور شاهنامه حکیم فردوسی و در هم مؤلفی با غنی عبدالله نمایشنامه رستم و سهراب را نوشت. سال 1940 آمادگی ها به دهه صنعت تاجیک در شهر مسکو آغاز یافته، رستم و سهراب از نو به مرکز توجه آورده شد. عبدالشکور پیر محمدزاده این بار با نمایشنامه نویس روز والکنشتین همکاری کرده اثر مذکور را پر تحریر و تکمیل داد. خودی همان سال عبدالشکور با توصیه مسئولین در شعبه سناریستی انستیتوت اتفاقی کینماتوگرافی شهر مسکو پی تحصیل شد. نمایش در دهه بهای بلند گرفت. پس از تماشای آن در مراسم جنبستی دهه در سال 1941 استالین تاجیکان را ستایش کرده وارثان فردوسی بودن این ملت را مخصوص تاکید نمود. یعنی مؤلف نمایشنامه در برابر دیگران برای معرفی صنعت، هنر و ادبیات تاجیک سهم ارزنده گرفت. از بس که به کینو و تئاتر رابطه مستقیم داشت، در این راستا چند مقاله خوب نوشت که برای نقد هنری نمایشی زمینه گردید. سال 1941 سالی که شکفتن استعداد و نبوغ قهرمان ما آغاز می‌یافت، فاشیستان به اتحاد شوروی با عهدشکنی حمله آوردند و پیر محمدزاده با اختیار خود به میدان نبرد رفت. نامه‌های از فرانت به عنوان برادرش عبدالسلام دیهاتی نوشته او که در مجله شرق سرخ حال و صدای شرق در سال 1964 به چاپ رسیدند، خیلی خواندنی‌اند و یک جهان درد آرمان و آرزوهای دل بیدار قهرمان ما را بازگو می‌کنند. در محاربه‌های سنگین دوره اولین جنگ اشتراک نمود و صد دریغ که سال 1942 در نزد مسکو شهید شد. یاد و یادگارش برای همیشه نزد نسل‌های امروز آینده عزیز خواهد بود.